2012 من 1 شروع کردم. مرداد میومد منو میکشید میگفت تو ایمت خیلی خوب. از همونجا داستور کردیم پرمننت بند. توی راه مشخص شد که اکسین نیستیم. پا میشدم ریلز میذاشتم با ادیتور هماهنگ کن، این دیزاینر اون دیزاینر، تا موقعی که من به کریپتون گفتم که پاشو بیا این. سلام بچه‌ها، چطورید؟ اومدیم با اولین پادکست با ایمان موریسون. پادکستی سالها قرار بود ما رکورد بکنیم ولی الان رسیدیم به تایم آف تیم ما و ایمان هم تایمش خالی شده، اومدیم تهران. خلاصه سوالاتون رو جمع آوری کردیم با ایمان و قراره در موردشون صحبت کنیم. سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوبید؟ بچه‌ها من که من خیلی خوشحالم تو ویدیو امیرزیرون حضور دارم. پادکست نمکی که قرار خیلی وقت پیش بگیریم. از اون پادکستی که قرار بود گرفته بشه میگم 5-6 ماه داره میگذره و اسکاریکس هم کلی مقام آورده، یعنی اصلا کلی اتفاقات افتاد تو این 5-6 ماه. یعنی فکر کنم قبل از مسابقات ویرا بود که اون مسابقات اول شدیم، مسابقات انتخابی اول شدیم، قبلش بعدش رفتیم مسابقات 2 بار داستو ایندیا قهرمان شدیم، دوباره رفتیم اصلا عجیب غریبی کلی اتفاق افتاد از اون موقع و مطمئنم کلی از بچه‌ها سوالات خفن و نمکی دارن که خیلیش همین امروز بچه‌ها تلگرام پرسیدن. دمتون گرم، مرسی کلی واسه استقبالتون و از اون طرف هم قرار تا جایی که میشه اون سوالاتو بپرسیم از امیرم صحبت بکنه راجع به هم سوالات هم راجع به چیزای دیگه. ممنون میشین که هم کانال امیر رو سابسکرایب کنید، بعد کامنت و اینا زیاد بذارید. پولدار میخوام شم که بیشتر از این پادکست رو بگیریم. اگه جواب بده که 100% پارتاش هم بیشتر میکنیم. خب امیر جان 25 سالت شد، تبریک میگم بهت. 26 سالم شد. 26 سالت شد. بالا تا الان تا همین 1 ساعت پیش میگم 25 سال. آقا نه رفتم توی 26 سالگی. این میشه تقریبا اولین ویدئویی که بعد از تولدت داری میذاری. آره تو کانال خودت. دقیقاً. تبریک میگم امیر جون. فکر می‌کردی توی 25 سالگی 26 سالگی رفتی الان؟ آره دیگه من الان تو 26 ام. من رفتم تو نیمه دوم 20 یعنی دهه 25 سالگی افتخاراتو به دست آوردی. میشه گفت. آره. بله. فکر می‌کردی یهو تو 1 سال اینقدر بک تو بک همه اتفاقات؟ نه واقعا اتفاقا داشتم من یه پستی رو قرار آماده بکنیم، داشتیم نگاه می‌کردیم ببینیم توی امسال توی 6 ماه اخیر ببخشید مثلا چی کارا کردیم. نگاه کن اینا همش توی 6 ماهگیه، یعنی حدود 10 تا ما مقام هم بین‌المللی هم ایرانی آوردیم و میشه گفت پر افتخارترین تیم کانتر ایرانی، یعنی تو تاریخ این پر افتخارترین نه عذر میخوام تیمی که اینقدر اچیومنت‌های مثلا بین‌المللی کسب کرده و این شروع کاره. ولی دقیقاً مثلا شروع کار یاد یه سوالی هم افتاد از بچه‌ها میگن امیر از کجا استارت زد اصلا؟ خیلی برمیگرده به 13 سالم بود. 2012 اگه اشتباه نکنم 2012 من 1 شروع کردم. اون موقع 1 هدفم بود مثلا منو بکشن تو میکس دیگه. آقا پیک آنلاین ها مثلا. آره پیکشم مثلا. بعد یه تایمی با مرداد سالند رفیق شدم. مرداد میومد منو میکشید 1 بازی میکردیم و بهم میگفت تو ایمت خیلی خوبه ولی مغز نداری. آره. بعد مهرداد پس یعنی که یکی از اون مهرهای اصلی بود که اولی کادش شروع می‌کرد. آره مهرداد، محمدشان کاراکترهای باحالی بودن کلا و گذشت تو 1 به یه جایی که مثلا خودم دوست داشتم رسیدم. علاوه چیزا نه که مثلا تیم اینا نداشتم. در دیگه پیک می‌شدم تو میکسا مثلا با پلیر خوب بازی می‌کردم و اینا مثلا رسیدم. بعد دیگه سی اس کو ریلیز شد. بعد اینکه سی اس کو اومد من 4-5 ماه بعدش شروع کردم سی اس کو رو. سی اس کو هم دقیقاً شروع شد بازم همین داستان بود. در دیگه بخوام پیک شم و اینا، ولی دیگه یه جای به بعد داستان عوض شد. رسید به اولین تیمی که من اینوایت شدم توسط امین سندمن اگه بشناسی، که من رفتم تو تیم هنوز اسمش یادم بلادی بی، که تنها تورنمنتی که من اولی و دوم نشدم دقیقا همین تورنمنت، اولین تورنمنت سی اس گو با تیم بلادی بی لن اصفهان بود. سال نمیدونم چند واقعا 92 یا 3 اگه اشتباه نکنم 93 فکر کنم. 93 بود چون من 92 رفتم سربازی. آره 93 قبلش چون آخه تورنمنت سی اس کو رو برگزار نمی‌کردن. آره نیومده بود اصلا تو بحث چیز. سال 93 بود سوم شدیم. توی اصفهان سوم شدیم و این اولین تورنمنتی بود که داشتی لن شرکت. آره اولین لنم خیلی خوب بود تو اول. آره سوم شدیم. یادمه تیم التی اول شد. تیم میدونی که اولین تیمی که تو سی اس کو دادیم التی بود. لسرای بود. من بودم، ممشان بود، ایمان سیمون، تریپل
آره ایمان سیمون. یه نفر دیگه هم بود هر AMS مسعود AMS نه مسعود AMS نبود، با مسعود AMS همشهریم خودم دیگه. مسعود افشین سویپی منم آره. باش هم تیمی شدم آره بعد اصلا دیگه هیچ اطلاعی افشین خیلی گل بود، گرگانی هم بود آره. یکی از بهترین، همه میگفتن بهترین پلیر سورس جدی؟ آره مثلا نمی‌دونم آره بعد آقا حافظش قویه امیر. آره آخه افشین خیلی مثلا یه حالت رول مدلی داشت اون موقع، مثلا خیلی اخلاقش خوب بود خیلی یاد گرفتم ازش. اون موقع التی اول شد، جکس دوم شد، مرداد سایلنتینا اگه اشتباه نکنم آره دیگه مردادینا دوم شدن، ما سوم شدیم. فرشیدینا تیمتون چی بود؟ بلادی بی. بلادی بی گفتی. فرشیدینا هم یه تیم مشهدی داشتن، چهارم شدن اگه اشتباه نکنم. اسم تیمشون چی بود؟ نمیدونم. رانوی فکر کنم. تو CS1 یه تیم مشهدی بود همیشه تو مسابقات آنلاین میومد فینال با ما داشت. همیشه، یعنی اصلا نان استاپ. اسم اونا چی بود؟ بابام چی یادم نمیاد. ولی 13 بار مسابقات آنلاین بود، 13 بارش اون تیم میومد با ما فینال. ما 2 تا فینال ولی باختیم بهشون. چون 4-5 بازی کردیم. گیم میزنه باحاله. آره خیلی باحاله. باش. جورابه حسن توجه نکنیم. حالا یه سوال دیگه چون مربوط به همون موقع است. بچه‌ها پرسیده بودن. گفتن که اون زمان که شروع می‌کردی خانواده‌ش نظری داشتن راجع به گیم زدنت. اونم به صورت حرفه‌ای چون بعد منظم زیادی بازی می‌کردی. الان مطمئن خیلی از بچه‌ها که در این پادکست رو می‌بینن سنشون کمتره، خانواده‌هاشون بالاخره یه فشاری دارن ایجاد می‌کنن و طبیعی هم هستش اتفاق بیفته. آدم اگه خودش جای یک مثلا پدر یه خانواده است، مادر یه خانواده است، مثلا شاید نگران آینده بچه‌ش باشه. تو چی تو اون زمان چه اتفاقی افتاد و چه جوری بود قضیه؟ والا من خانواده بودم که همیشه درس توش خیلی اولویت داشت، مثل شاید برام 99% خانواده‌های ایرانی. ولی خب ما خانواده‌مون جوری بود که همه چون مثلا درس خونده بودن، زیادم خونده بودن، مثلا مامان من خیلی حساس بود درس. تا یه جایی من فورس بودم که درس رو بخونم حتما تو بهترین لول. یعنی مثلا نمرام کم میشد، فردا می اومدم از مدرسه خونه، معلم خصوصی نشسته بود منتظر من بود. منتظر بود. آره. و واقعا بعضی موقع زجرآور میشد. چون مثلا من یادمه درست خوب بود؟ نه اونقدری که فکر کنی نه، ولی منو گذاشته بودن یه مدرسه مهرائین، وای حالت تیسو شانتور، غیر انتفاعی تیسو شانتور. چه پول داره آره نه من حقیقتا کلا آره منم غیر انتفاعی رفتم کلا، به جز یک سال که چون از مالزی اومدم ایران، 1.5 سال 2 سال من مالزی بودم، اومدم ایران وسط سال بود، کسی منو قبول نمی‌کرد مدرسه، هیچ مدرسه غیر انتفاعی. اونجا درس هم می‌خوندی؟ آره درس می‌خوندم. اومدم ایران جای قبول نمی‌کرد، مجبور شدم برم یه مدرسه دولتی که ازش اخراج شدم آخرش. آره درگیر فیزیکی شدم با معلم. بزن بهادر باشه. آره نه معلم هر سری میومد یه دونه می‌خوام زیر گوش من هیچی نمیگفتم. آقا بار سوم دیگه مثلا این قضیه تو 2-3 ماه اومد، مثلا گفت این چیه دستت؟ یه نقاشی بود دوستم کشیده بود بغلی من، میخواست بگیره از منم نشون ندم، خوابون زیر گوشم، منم همون خوابوندم زیر گوشش، هولش شدم. قبول آموزنده باشین دیگه. اونجا بود که آره دیگه. ولی خانواده استاد داشتن که یعنی درس رو داشته باشی، آره درس ولی می‌ذاشتن که بازی‌ها رو انجام بده. آره ولی حقیقتا از یه جایی به بعد یه ذره شل شد، به واسطه اینکه دیگه من پدرم فوت کرد، مامانم یه ذره شل گرفت رو من که مثلا دیگه میذاشت من کار خودمو بکنم. میشستم بازیو می‌کردم و اینا دیگه، میگم شل‌تر گرفته بود. کلاً هم یه پی سی برای من گرفت. یعنی مثلا اینجوری بود که من ساپورت زیاد علاوه مالی نمی‌کرد برای گیم، چون میگفت دیگه من پی سی تو خریدم چی می‌خوای دیگه، اصلا پی سی رو خرید، اصلا چیزی هم نیاز نداشتم، چی می‌خواست گیممو می‌زدم. تا اینکه دیگه این تورنمنت‌ها شروع شد، یه 500,000 تومان اینور مثلا 200,000 تومان و جایزه می‌بردیم و دیگه همینجوری گذشت به جای رسید که مثلا من 18-19 سالگی دیاشم یه پولی در می آوردم. اون موقع یه لیگی بود اسم رنک اس توی ESCA و جایزه خیلی خوبی میداد. من مثلا به عنوان اولین و تنها ایرانی بود که به اون لول رسیده بود رنک اس. مثل FPL الان چجوریه؟ FPL الان نه، FPL 2 سال پیش که فقط پرو پلیر بودن، اون موقع هم رنک اس توی ESCA اینجوری بود، فقط پرو پلیر بودن، رفته بودن جایزه می‌بردن. بعد خیلی هم زیاد بود به پول ما دیگه، مثلا $500 می‌بردم، زیاد بود. از اونجا شروع شدم، اینجا گذشت دیگه، خرج خودمو در می آوردم و کاری هم نداشت. اصلا 18 سالگی جورایی اوکی بود قضیه، یعنی که دید ثابت کردی به خانواده‌ات. من الان یادم افتاد 18 سالگی من رفتم ترکیه، یه روز نشسته بودم، ببین این داستان خیلی طولانی میشه اگه بخوام استپ بگم، ولی مثلا خب الان یه سوال به وجود میاد،
قبلش باید جواب بدی، اینکه بچه‌ها الان چجوری میتونن همچین کاری انجام بدن؟ بذار اینو بگم بعد بگم. باش. تو همین لیگه که گفتم تایمی خیلی خوب بازی می‌کردم، نشسته بودم یه شب یه رفیق ترک داشتم، انس بود اسمش، یهو بهم استیم کال داد گفت بیا ترکیه تیم ما. بلیطمو گرفت، فردا صبح من ترکیه بودم، یعنی شب صحبت کردیم، ما صبح من ترکیه بودم. بعد رفتم اون اولین تیم ترکیم شد، اویون هیزمتلری بود اسمش، هنوز یادمه. و اینکه گذشت این فکر کنم 2019 یا 18 بود، یادم نمیاد دقیقاً. که من یه دور دیگه هم 2021 رفتم ترکیه، دوباره همین انس بهم زنگ زد گفت بیا، ولی این سری ساپورتشون خیلی قوی بود، یعنی حقوق خیلی خوبی میدادن. مثلا تو استانبول هم بود. آره استانبول. نباید بزنیم به میکروفون. آره استانبول یه جای خیلی خوبی بود، کمپشون بود توی برج، مثلا 5 اتاق داشت، هر کی اتاق داشت، ماهی $1000 اینا حقوق میدادن به جز هزینه، خیلی خوب بود. اونم یه دور رفتم، اونم تموم شده، برگشتم ایران، خورد به این داستانه قطعی اینترنت آبان و اینا، من خیلی فاصله گرفتم، اذیت شدم. ولی دوباره حالا به هر شکلی بود همیشه من برگشتم. حالا اینکه بچه‌ها الان چه جوری میخوام مثلا تو این مسیر بیفتن، اولا که من کنکور 2000 شدم، دانشگاه خوارزمی تهران میخوندم معماری، به واسطه گیم من ولش کردم. یعنی این تایمی که میگم رفتم ترکیه من داشتم معماری میخوندم تو دانشگاه خوارزمی و خیلی خوب بود دیگه، دولتی. ول کردم کلا دیگه، ولش کردم، اومدم بعدا 2 سال بعد اومدم آزاد شروع کردم درس خوندم. میخوام اینو بگم که اگر هم میخوان شروع بکنن، همه تخم مرغ میگن توی سبد. آره اونجوری اصلا این کارو انجام ندین که بگین من میخوام گیم حرفه‌ای شم و همه چیو بدی برو، اینا نه، اینطور نباید باشه. حالا چه جوری به اینجا برسن؟ فیسیت الان بهترین پلتفرم نت ایران هم بهتر شده، میتونن شروع کنن بازی کنن، کلی استریم ببینن، پروپلیرها رو ببینن، اگه تو خودشون مثلا چیزی میبینن اینطوری شروع کنن. اگر به حالا چیزای کوچیکی تو مسیر رسیدن، میتونن حالا مثلا یکم روش سرمایه‌گذاری بیشتری بکنن از همه لحاظ، حالا تایمینگ همه چیز. الان خیلی از بچه‌ها مثلا میگن که ما می‌خوایم از کارمون بیایم بیرون، یا مثلا درسو دیگه بیخیال بشیم، بیایم استریمر بشیم، خب بیایم کانتنت کریئتور بشیم، بریم یوتیوب بزنیم که این کارو انجام بدیم. منم بچه‌ها پیشنهاد میکنم، همیشه میگم که شما در کنار اون درسه، در کنار اون کارتون این کارو انجام بدید به عنوان تفریحی. ببین اصلا شاید خودت دوست نداشتی، اصلا اگه خوب جلو نرفت میتونی دوباره برگردی به اون کاری که می‌کردی، ولی اگه خوب جلو رفت آره بیشتر رو سرمایه‌گذاری. آره یعنی که یکو نگید سویچ بکنید روی این قضیه. و اینکه من خودم فکر کنم 4-5 سال گذشت من داشتم همزمان 2 تا کار دیگه هم انجام میدادم. کار خانوادگیش انجام میدادیم، دکترخونه دامپزشکی بود و یه کار دیگه هم بود، مربیگری بود. داشتم اینا رو انجام میدادم. فکر کنم دیگه انجام نمیدیم مربیگریو قبل از دوناتون خودبازی که میشد، دیگه بعد از دوناتون ان شاء الله که دوناتون هم که دیگه نامحدود شد. سال دیگه ما نمیدونم شاید برنگردم به اون قضیه، چون اون قضیه من خیلی باز قضیهش متفاوت، یعنی بحث مالیش نبود، بیشتر بحث این بود که دوست داشتم اون پیشرفته رو ببینم که بچه‌ها میدونی شاید یه روز دوباره برگشتم. ولی میخوام میگم که این فوکس 100% گذاشتن باعث نمیشه شما خیلی پیشرفت. منم سر همین باشگاه شروع نمی‌کنم، چون دیگه ایمان من می‌خواستم مربیم باشه، سر همین الان به این روز افتادم. منتظرم ایمان من خودم میرسونم به امیر الان دارم میرسونم کم کم. چند کیلو من حقیقتا 105 بودم، قوقا کردم فستینگ و مستینگ توی این یه ماه الانشون 97 دوباره. آره منم 97 تا 100. خوبه نزدیکیم، من رو استیج با هم دیگه میریم. قشنگ معلومه رژیمشون یه جوره. بچه‌ها سوال دیگه که میپرسن این که اصلا چی شد که اسکاریکس به وجود اومد، خب و ایدهش چجوری بود، این که اصلا چجوری همدیگه رو تونستین پیدا بکنید. ببین یه ناکامی بزرگی از سال پیش بود، ما مسابقات تیم ملی انتخابی اول شدیم، رفتیم مسابقات منطقه‌ای سهمیه نگرفتیم، یعنی به تیم‌های منطقه باختیم، نتونستیم بریم مسابقات جهانی. این یه ناکامی بود که ما داشتیم. اسم تیم متالیکس بود اون موقع، اف جی متالیکس، فورگلوری. آره سال پیش یه بنده خدایی که توی همون تیم بود به اسم مهرداد یه لطفی کرد به من و اومد گفت میخوای سال دیگه ببری، همین الان تیم سال دیگه رو ببند. واقعا میگم، یعنی این جمله رو تو ذهن من کاش، من موقع خیلی ناراحت بودم، تو ذهن من همینجور موند، گفت با این تیم نمیشه، حالا سنا رفته بالا و اینا، این موند تو ذهن من. کلوش 2 ماه گذشت من نه به خاطر اینکه سال دیگه برم اول شم، به خاطر اینکه اون لحظه اون تیمو بسازم و روش کار کنم برای آینده. حالا هر تورنمنتی تو ذهن من بود، یعنی فقط ISF نبود. تیمو ساختم و شروع کردم
کار کردم با همه دیدم که بهترین لایناپی ممکن می‌خواستم ببینم چیه. لایناپ‌های مختلفش امتحان کردم. بله آره اسکاریکس با همین لایناپ شروع نشد، اولش این چیزی تو ذهن من بود. اولین نفر که خیلی مطمئن بودم فرشید بود. فرشیدو با شروع کردم و احسانم بود توی کار. احسان به عنوان منیجر بود و در کنارم امیرزادم داشتم به عنوان کوچ. یعنی بودیم من، فرشید، امیرزاد کوچ، احسان منیجر و 3 تا پلیر ما می‌خواستیم. باز دوباره اولین کسی که بعد از فرشید تو ذهنم اومد کیارش سلیمی بود. خیلی پتانسیلش رو دیده بودم و شانسی که باید رو نداشت قدیم. شاید من نداده بودم اون شانس، خیلی جا میتونستم مثلا تو متریکس هم میتونست باشه ولی نبود. چرا من فکر می‌کردم تو متریکس هست، یعنی نه قبل نبود با همون بود یعنی انقدر رفیق بودم همیشه میومد میرفت. کیارش هم بود توی لایناپ و کریپتون دیلی در لحظه والورانت بودن. والورانت هم خوب داشتن میبردن، یعنی لایناپ بدی نداشتن تا جایی که میدونم. مثلا یه سری مقام آورده بودن، خوشحال بودن تو والورانت تا موقعی که من به کریپتون گفتم که پاشو بیا اینور، که حالا کریپتون اومد، بعدش هم دیلی اومد. حالا با یه ذره سخت‌تر بود دیلی اینکه سویچ بکنه، ولی وقتی کریپتون اومد دیلی هم اومد و لایناپ ما شکل گرفت. حالا قبل از اینکه این دوتا بیان من اصلا روشون حساب نکرده بودم، یعنی گفتم مثلا اینا نیستن. ما چند تا پلیر دیگه رو تست کردیم، یعنی من و فرشوکیا با چند تا پلیر دیگه بازی کردیم، ترایال ایرانی، بعد رفتیم سراغ اون بود. این شد که تیممون شکل گرفت و شروع کردیم تورنمنت‌های کوچیک شرکت کردن و اولش واقعا بد بودیم. با چی هم شروع شد؟ رفتیم چند تا تورنمنت به چند تا تیم داغون تو داستو باختیم. از همونجا داستو رو کردیم پرمننت بند. آره رفتیم چند تا کوالیفایر داستو باختیم، بعد گفتیم شاید بخاطر اینکه تمرین نکردیم رفتیم داستو تمرین کردیم، رفتیم 3-2 باختیم. فرقی نداره تمرین کنید. آره این شد که داستو کلا شد بن اولمون و آره اسکاریکس از اینجا شروع شد. ولی نه این اسم اسکاریکس اینجا نبود، اینم بهت بگم. این تیمو من درست برای چی درست کردم؟ برای اون ناکامیه. خب ولی یه جایی به بعد یه میشه گفت یه امیدی اومد به اسم اوکسین اومد با ما صحبت کرد، با من یه تیمی بستیم و اینا و من اون تیمو مثلا تو ذهنم بود که خب من بستم دیگه میشیم اوکسین. و حالا اوکسین افتتاح شده بود اون موقع؟ نه قبل از افتتاح من چند بار جلسه رفتم با میلاد آقای فرامرزی، اینجوری ست شده بود که آقا دیگه بسته بودیم با هم وقتی اوکسین افتتاح شه تیم معرفی میشه. ولی این وسط کلی اتفاق افتاد، حالا اصلا کاری ندارم تقصیری کی و اینا رو من زیاد برام الان اصلا نمیخوام اونو مطرح کنم، ولی کلی اتفاق افتاد که حالا این کنسل شد و اصلا لایناپ اوکسین شد یه تیم دیگه و ما موندیم و خودمون واقعا و این آتیشه تو ما بیشتر هم شد، یعنی تاثیر مثبت داشت تو بازیمون. آقا رفتیم چند تا تورنمنت دیدیم داریم خوب بازی میکنیم و اینکه حالا اسم تیممون چی شد اسکاریکس. ما تو مترو بودیم داشتیم میرفتیم کرج، خب تورنمنت انتخابی تیم ملی فیجیتال و اسم تیممون من اوکسین رد کرده بودم چون میدونستم قرار اوکسین باشیم. توی راه مشخص شد که اوکسین نیستیم. تو راه برگزار کننده نیما خیرول به من زنگ زد گفت اسم تیمت جدیدتو بگو. منم قشنگ تو مترو دیدم سرپا واسطه بودیم من و کیارش و 2-3 تا دیگه. یهو گفتم اسم تیممون قراره چی باشه داریم میریم کرج تورنمنت. یهو کیارش سلیمی گفت از اسکاریکس. اون اسکاریکس مثبته، مثلا اسکاریکس چون اسم مثبتیه که من الان اینو معرفی کردیم دیگه. اون موقع گفت بذار مهم نی ما هم راضییم. گذاشتم اسکاریکس. هیچ اسکاریکس رفتیم اون تورنمنت اول شدیم. گذشت آقا دیم ما خیلی داریم بیشتر از حد انتظار عمل میکنیم. کیارش گفت چرا یه پیج نمیزنی اسکاریکس؟ گفتم مطمئنی یا کلی دردسر کی بچرخونه؟ گفت خودت همینجوری پست میذاری بذار دیگه. گفتم باش. پیج اسکاریکس هم زدم، کاراشو خودم انجام میدادم، محتوا نمیدونم پا میشدم ریلز میذاشتم با ادیتور هماهنگ کن، این دیزاینر اون دیزاینر. اسکاریکس به یه حدی رسید که دیگه همه با کمک محتوا سازا استریمرها خود تو به یه جای خیلی خفنی رسید. آره نه تو از اولش بودی. از اولش بودی. این تورنمنتی که میگی توی کرج برگزار شده بود؟ آره این قبلش بود. آره کرج رفتیم اومدیم، بعد اون تورنمنت خارجی شد که من به تو گفتم. یه ویرا هم رفتیم اول شدیم، اینم یادم. یه مشهد هم رفتیم سیزن 1 ویرا اول شدیم. همین لایناپ بود، فقط کیارش سلیمی موقع کار داشت به جاش محمدو اومد. همین بود وگرنه اونجا اول شدیم. آره اون اول. چقدر بود اولی؟ 100 میلیون. دومی چقدر؟ دومی 100 میلیون بود؟ نه اولی 100 میلیون. آها دومی فکر میکنم اولی 80 میلیون بود، دومی 100 میلیون نمیدونم یادم نمیاد.
ولی جالب بودش که آره خیلی باحال بود. جالب، منم نمی‌دونستم این داستان اینجوری بودش. یه سوال حالا مطمئنه که بچه‌ام خیلی پرسیدن تو تلگرام، اینکه میگفتن همین خودتون گفتی که خیلی از لایناپ‌ها رو امتحان کردید، خیلی میگن که تست اسکاریکس چی جوریه. خب شما چی مثلا پلیر مثلا اومدش می‌خواستین تست بگیرید، چیکار می‌کردید؟ می‌رفتین تو بازی فقط؟ نه ببین این پلیرها رو میشناختین اصلا؟ کیارش سلیمی، کیا یعنی من میگم کیا دیگه نمیگم سلیمی. بچه‌ها که خوشم میاد کیا مثلا. آره کیا و کریپتون و دیلی اینا از تیم قبلی ما که فورگلوری بود، ما یه آکادمی درست کردیم. فورگلوری تگ قبلی ما که ما باهاش 7 سال اول شدیم پشت هم، ما اومدیم یه فورگلوری آکادمی درست کردیم اون موقع و بچه‌ها از اون آکادمی اومدن بالا. یعنی 5 نفر اصلی آکادمی ما کیا، کریپتون، دیلی، مهدیکس و امیر واردن بودن. این 5 تا بودن که 3 تاشون الان بچه‌ها از اون موقع، ما 4 سال 5 سال داریم با هم دیگه بازی میکنیم، شناخت داریم، کار میکنیم با هم. آره یعنی که یهو نیومدن که نه یهو مثلا ببین فوتبال نیست مثلا بری بگی سلام میخوام تست بدم بیام تو مثلا یه 2 تا شوت بزنم، نه اونطوری نیست. شناختی باید باشه، یه بک‌گراندی باید باشه و هر کسی استوری باید داشته باشه. شاید حتی خیلی هم ندونن، چون توی استریمای کست ما متوجه میشن خیلی‌ها فکر میکنن اینجوریه که مثلا شما پلیری که جذب کردین مثلا گفتین خب آپر میخوایم امیرزیرون آپر بیاد، مثلا لرکر میخوایم، اینجوری نیست. یعنی تیمی که انتخابی اول شده تیم ملی میشه. خیلی بچه‌ها نمیدونن، فکر میکنن مثلا تک تک اینا اضافه شدن به تیم و اینا. و این موضوع کمک میکنه تو مثلا ISF هم شما بهتر نتیجه بگیرید. خیلی از تیمایی که الان باشگاهی هستن شاید تیم ملی یکی نباشن. آره دقیقاً اینطوری، مثلا تو این حوزه خلیج فارس خیلی اینجوریه تیمایی که اینجوریه. بچه‌ها میگن که راهی که ما بتونیم بیشترین پیشرفت رو داشته باشیم چه تو فیسیت ببرن چیه، و اینکه یه روزایی هست که میبازن، خب مثلا 10 تا باخت دارن، پیشنهادت به اونا چیه؟ چجوری میتونن اون منتال اولا که همه روز بعدو دارن، خب این کلیشه‌ایه ولی خوبی واقعیت. دوم این که به نظرم با تقلید شروع کنیم. من خیلی تقلید میکردم اولا. شروع کنید پلیر مورد علاقتون که نزدیک به کاراکتر و کاراکتر بازی خودتون، نه که مثلا تو عشق اسنایپ باشی بری دانک ببینی. کسی که واقعا نزدیک، آره از همه لحاظ بهت نزدیک، اونو شروع کنی فالو کردن، تقلید کردن ازش، ولی تقلید بجا دیگه. مثلا وقتی میبینی طرفدار یه حرکتی رو تو تیر 1 میکنه، یه جایو پوش میده، مثلا شاید اونجا فقط میگیره، شاید مثلا برای بازی لول 5 تو نیست. تقلید و جدا از اونم تمرین خیلی زیاد، یعنی استعداد و تمرین چیزایی که واقعا نیازه و اون استعداد اگه باشه تمرین نباشه به اون جایی که باید به اون سرعت نمیرسی. مثلا همین دقیقاً نکته گفتی، من خیلی بچه‌ها میبینم میگم مثلا ما داشتیم مسابقه مثلا وایتالیتی می‌دیدیم با فلان جا، مثلا این باید چه پیشرفت بکنیم، در صورتی که چت بازی توی پاک تو فیس انجام میدن، مثلا دارن اسموک مثلا تو مسابقه دارن اسموک لایبرری و آرچ تو اینفرنو مثلا میدن که مثلا لانگو بازی بکنن. خب این حرکت شاید تو اصلا مچای فیسیت قفل باشه، کسی این کار نمیکنه. ببین دیدن کمک میکنه. دیدن اون ویژن تو بهتر میکنه که یه ویژنی توت آنلاک میشه، میتونی مثلا وقتی بازی میکنی بگی مثلا همون سیچویشن، همون سناریو میتونم اون کاره رو بکنم که اون موقع دیدم. ولی دیدنه توت یه چیزی نمیسازه، میدونی اون ساختن تو مغز تو باید با بازی کردن به وجود بیاری که انقدر بری بمیری، انقدر بخوره تو سرت که سری بعدی یه 2 تا تو بزنی. آره دقیقاً. خودت چند ساعت روزی حالا ورکشاپ یا دسمش میزنی که الان یا اون موقعی که می‌خواستم؟ مثلا الان یه نفری که میخواد راه امیرزیرون رو بره جلو، میخواد مثل امیرزیرون پیشرفت بکنه، خودش بیاره توی تاپ ترین حالت ممکن، چقدر باید تمرین بکنه روزی؟ ببین من اون موقع روکت بگم صبح پا میشدم ساعت 11 میمادم پشت پی سی، ورکشاپ میزدم، دی ام میزدم، ریتیک میزدم تا مثلا 5 ظهر که تازه بچه‌ها می اومدن شروع می‌کردیم فیسیت رفتن تا شب تا صبح، یعنی اونجور. یعنی ساعتی بخوام حساب بکنم راحت 12 13 14 ساعت من بازی می‌کردم. آره ولی 6 ساعت تقریبا ورکشاپ و دسمچ و اینا بودش که بتونی. آره ولی ببین نه یه نکته‌ای هست اینجا، من بهم خوش می‌گذشت، یعنی تفریح هم بود. مثلا یه لحظه بیکار می‌شدم یا تیم استریک داشتم با دوستام حرف می‌زدم، می‌رفتم همزمان ریتیک اینجوری نبود که بگی وای ای بابا 2 ساعت. آره مثلا اینطوری نبود خب ساعت الان مثلا چنده، یه ساعت برم مثلا دی ام بزنم، نه اونطوری نبود. داشتی عشق می‌کردی با این کار. آره حال می‌داد. آره تفریح بود واسه. آره الان ولی مثلا همین الان مثلا تایمم خیلی کم شده، یعنی به واسطه اسکاریکس مثلا آقا امیر زیرون تایمش کمتر شده،
خیلی هم دنبال این هستم که مثلا بیشتر فوکوسم رو بازی، یعنی همه فوکوسم رو بازی باشه، چون مثلا ما هنوز مثلا اون آدمو نداریم برای محتوا که بیاد سوشال مدیامون رو منیج کنه. اینا مثلا من دارم انجام میدم که اصلا درست نیست، ولی اگه بتونم مثلا مثل سابق باشم علاوه تایمی دوباره همینطوریه. امیر شما الان توی مرحله‌ای رسیدین که میشه گفتش یه بالاترین حد تاریخ کانتریت، یعنی چه از ابتدا چه تا الان، اصلا تا الان همچین حالتی وجود اومده. خب واسه اینکه تجربه جدیدن به دست بیارید نمیتونید از کس دیگه کمک بگیرید، چون خودتون برای اولین باره که همچین اتفاقی افتاده. خب چه کاری الان میتونید انجام بدین واسه اینکه بتونید به خودتون کمک بکنید؟ ببین ما یه سری چیزامون اینطوریه که حس میکنیم توش کم نداریم، مثل اسکیل فردیه. یعنی تو بازیکن‌های ما رو علاوه فردی بذاری کنار 5 تا بازیکن مثلا تاپ 5 آسیا، شاید بگیم ما 5 تا بهتریم علاوه اسکیل فردی. چون ما میدونیم اینو کم نداریم، داریم میریم سراغ اسپکت‌های دیگه. مثلا من چند روز پیش استوری گذاشتم تیممون نیاز به روانشناس داره. آره. خب چون بار روانی، فشار روانی بازی و تورنمنت انقدر زیاد شده که ما واقعا نیاز به هم چیزی داریم، نیاز به رست خوب داریم، ریکاوری کردن خیلی مهمه. ما تورنمنت اول میشیم 1 ساعت خوشحالیم، بعد همه دوباره میرن توی فاز خودشون، میدونی اون دوپامین میاد دیو میره، میدونی اون دیسیپلینه رو باید بسازیم بیشتر. روانشناس میتونه خیلی کمک بکنه، روتینمون باید خیلی بهتر بشه، خیلی باید رو نظم باشیم. مثلا ما رفتیم مسابقات دبی، بازی داشتیم با پاور میکس، به جای اینکه مثلا همیشه قهوه بخوریم، حالا موز بخوریم، خرما بخوریم، ساندویچ گوشت انقدی رو خوردیم، آشغالش رو انداختیم، رفتیم تو بازی. این اصلا درست نیست. یعنی ما اگر یه نفر اونجا در لحظه هیجان نداشت، یعنی خودم هم همینطور دیگه، اون هیجانه نبود و میتونستیم بفهمیم چیکار داریم میکنیم. یکی اونجا میگفت آقا ساندویچ گوشت خوردی فست میشه میری تو بازی، یکی اینو به ما نگفت. اونجا رفتیم همینجور فقط تو بازی داشتیم نگاه می‌کردیم ببینیم چی داره میشه، اصلا نمی‌فهمیدیم. این چیزا رو به نظرم باید روش کار کنیم. اصلا شاید اون بازی اگه صبح بود یه نتیجه دیگه رخ می‌داد. دقیقاً. اصلا یعنی این دیلی که وجود داشت و باعث شد شما برید مثلا این ساندویچ بزنید خیلی تاثیر گذاشته. آره. حالا امیر شما الان ESL چالنجر دارید، پیش روزون برای اولین بار یه تیم ایرانی رسوند خوش به اول اینکه ESL چالنجر توضیح بده خودت هم، چون یه بار تو تلگرام گذاشتی خیلی بچه‌ها نمی‌دونستن. آره من تو تلگرام بچه‌ها گذاشتم که آقا چند نفر می‌دونید که ESL چیه؟ فکر کنم 500 نفر ووت دادن، 300 خورده این بود که نمیدونیم چیه. یعنی چیه این؟ بیلاخ برعکس دیسلایک داده بودن که آقا ما نمیدونیم چیه. ESL بچه‌ها یکی از بزرگترین و شاید بزرگترین مسابقاتی که تو کل کانتر برگزار میشه که معروفه به ESL کلون. یعنی بین پرو پلیرها اینه که آقا مثلا تو کلون داری، تو کلون بردی، ESL کلون مثلا اون میگه مثلا من بردم تو نه، کلکلی هستن. حالا ESL کلون برای اینکه برسی به اونجا این یه مرحله میای عقب‌تر، 2 مرحله میای عقب‌تر. ESL پرو لیگشه که خب دیگه لیگ معتبرترین لیگ دنیاست، ESL پرو لیگ که حالا آخرش لند برگزار میشه این لیگ، تورنمنتش هم میشه ESL کلون. یه مرحله عقب‌تر از اینا میشه ESL چالنجر. ESL چالنجر چیکار میکنه؟ توی همه ریجنا برگزار میشه، تاپ های ریجنا میان توی پرو لیگ، یعنی از چالنجر. حالا ما الان رفتیم راه پیدا کردیم به ESL آسیا، ESL چالنجر آسیا که همه تیمای تاپ آسیا بجز 2 تا تیم توش حضور دارن، یعنی فقط مونگولز نیست و تایلو، همه تیم‌ها هستن و یه چیز باحالیه. ولی خب حالا یه نکته منفی برای ما داره که سرورش سنگاپور، پینگ اون 90 صده، ولی خب بازم ما تلاشمون اصلا کم نمی‌کنیم، همون امیدی که همیشه داریم و داریم. چون ما با همین پینگ تیم 6 آسیا رو اون موقع زدیم، تیم ایراپشنو. سر همین آره با امید خیلی خوبی داریم میریم، فکر می‌کنیم که میتونیم یه دمیجی بدیم به اینا. بازی مثلا به سافتری، بازی‌ها دابل الیمینیشن، آره 2 حذفیه، به سافتریه. به سافتری هم هستش. بعدش هم این که هنوز ولی برکت مشخص نشده دیگه حریفتون چیه. ولی خیلی از تیمایی که سابقه اصلا میجر دارن، IRC، ریراتون، آره. مثلا خیلی تیمای دیگه همه هستن، یعنی که فکر کنم 5-6 تا تیم سابقه میجر دارن، یعنی با تجربه زیاد هم دارن میان تو این تورنمنت و تورنمنتی هستش که براشون خیلی مهمه، میتونه یک گام بزرگی باشه واسه اینکه بتونن، فقط تیم اولش هم فکر کنم صعود میکنه. آره جایزه داره بقیه‌اش. آره ولی جدا از اون ما حتی اگه اصلا آخرم بشیم یا حالا مثلا مقام نیاریم، یه دونه وینم اگه بگیریم جلوی تیمی که رنکینگش از ما بهتره، که 99% رنکینگش از ما بهتره، به ما VRS پوینت میده. این خیلی مهمه. VRS پوینت هم میخوای توضیح ریز بده بچه‌ها؟ میخوای بگو خودت که اصلا چیه قضیه‌اش؟ خیلی جدید باحالی اضافه شده. VRS پوینت بچه‌ها
از فکر می‌کنم اول امسال معیار تورنمنتایی که میتونستن تیم‌ها شرکت کنن اون معیار عوض شده و هر تیمی VRS پوینت داره. تو برای اینکه بتونی توی سری تورنمنت شرکت کنی باید VRS پوینت جمع کنی و با بردن تیمای رنک بالا هم باز بهت VRS پوینت میده. مثلا من یه رنک 100 دنیام بیام رنک 40 دنیا رو ببرم، VRS پوینت خیلی خوبی بهم برای یه وین بهم میده. حالا به واسطه همین VRS پوینت ما وقتی شدیم تاپ 15 آسیا دعوت شدیم به ESL چالنجر و حالا اگه توی ESL چالنجر بیایم جلوی این تیم‌های خوب حتی یه وین بگیریم به همون VRS پوینت میده، تو رنکینگ همینجوری میایم بالا و باز به واسطه این میتونیم دعوت بشیم به تورنمنت‌های رد و بالاتر.